خدا لعنت کنه، چون ایرونی نیستن اینها. خدا نبخشد کسی رو که دوربین رو گذاشت رو موبایل. خدا نبخشد کسی که اینستاگرام رو اختراع کرد، فیسبوک رو اختراع کرد. زندگی بشر نابود شد با فضای مجازی، با تکنولوژی. زندگی بشر از بین رفت. ما الان حالیمون نیست، بدنمون داغه. خیلی آرومتر بودیم، خیلی خوشتر میگذشت، خیلی خوشتر میگذشت. این حجم توهین، این حجم تحقیر، این حجم فحش، این حجم عصبانیت و این حجم خشم درونی نبود. جوونا راحت‌تر زندگی میکردن، محترمتر بود زندگی هامون. الان اون روسریش میره عقب، تمام ایران راجبش حرف میزنن، اون عروسی میکنه، اون طلاق میگیره.